من ایشدار ساحره سفتی و وارث شب‌های نفرین شده تاریکی، این بار با طلسم جدایی و فراق عظیم از دل تاریکی و نفرین به فرمان دخت ابلیس به دیدارتان آمدم. این طلسم جدایی معامله‌ای با دخت ابلیس است، بسیار قوی و اعجاب انگیز، اما بسیار تاریک و پربها. هشدار که با انجام این طلسم قدرتی عظیم می‌بینی، اما تکه‌ای از وجودت را با هر بار نزدیک شدن به اعماق تاریکی می‌برد. این جادو زمزمه ایست از اعماق جهنم، طلسمی که عشق را می‌میراند، دلها را می‌سوزاند و در سکوت زندگی‌ها را ویران می‌کند. اگر نیتت سیاه و پر از تنفر است و قلبت از تردید و عشق خالی است، این آیین را بخوان، زیرا که این جدایی امضای دختر ابلیس را دارد و هیچ قدرتی در آسمان و زمین دیگر نمی‌تواند پیوندی که تو گسستی را دوباره ببندد. خب زمان اجرای عمل در شبی بدون ماه یا در واپسین شب ماه قمری و یا ایام قمر در عقرب، روزهای نحس هنگام ماه گرفتگی و در شبهای شنبه و سه‌شنبه ساعت اجرای عمل است. ساعت اجرای عمل پس از غروب آفتاب تا پیش از اذان صبح. بخور مراسم نوع اول مناسب مبتدیان و عاملان عام هست که میگم تخم گشنیز، مریم گلی، رازیانه و کندر. بخور نوع دوم که برای عاملان مجرب و حرفه‌ای هست تخم گشنیز، بخور سرخ زار، هنتیت و قطران. ابزارهای مورد نیاز این جادو: یک شمع اشاق سیاه، 3 شمع قلمی، روغن بادام یا نارگیل، 3 حبه سیر کامل 3 عدد، 1 روان‌نویس سیاه، روان‌نویس نو باشد، و 1 قطعه پارچه سیاه و کوچک و 3 میخ یا 3 سوزن تهیه، سوزن میخی. مواد لازم برای تهیه مایع سحر جدایی. این جادو بر طبع عنصر آب هست و مواد لازم برای تهیه این عنصر: شراب قرمز یا هر شرابی که خواستید، صرفاً شراب. خاک گورستان 3 گرم، ترجیحاً از قبری تازه و بی‌نام باشد. اگر عامل کسی که انجام میده طلسم را زن بود 6 قطره خون پریود و اگر مرد بود 3 قطره مایع منی، 3 قطره خون قربانی خروس سیاه، حتما قربانی خروس سیاه لازم هست و 3 قطره از خون قربانی، 23 قطره ادرار، 3 دانه فلفل سیاه، پودر کامل 1 عدد هندوانه ابوجهل. 1 عدد هندوانه ابوجهل را پودر می‌کنید و در مایع خودتون می‌ریزید. خاکستر 3 پر کلاغ خروس یا خروس سیاه یا کلاغ. خاکستر 3 پر کلاغ یا خروس سیاه، خروس همین قربانی شما. عصاره 3 حبه سیر. 3 حبه سیر را رنده کنید یا له کنید و آب سیر را بگیرید. عصاره پیاز. پیاز را رنده یا له کنید و 23 قطره آب پیاز را بگیرید. ترکیب آب پیاز و آب سیر. 3 عدد سوزن میخی یا 3 عدد سوزن تهگرد یا خود میخ باریک.
ابتدا 3 عدد شمع مشکی را به این شکل که من چیدم 1 2 3 به شکل مثلث معکوس بچینید این گونه. سپس بخور عمل را دود کنید. بخورات مربوطه را بر زغال می‌ریزید این گونه. سپس شمع اشاق سیاه را بردارید و با سوزن خودتون یا من با تیغ خشی استفاده می کنم اسم خانوم را بر جلو بنویسید از بالا به پایین به صورت منقطع و اسم آقا را از بالا به پایین بر پشت شمع بنویسید به صورت منقطع که من نوشتم. شمع اشاق را بعد از حک کردن اسمشان با روغن بادام یا نارگیل چرب کنید. سپس با پودر فلفل اطراف شمع را بقلید. بعد با میخ‌های خودتون یا سوزن میخی ابتش شمع را در پیشانی شمع از جلو فرو کنید. میخ دوم یا سوزن دوم را بر قلب شمع فرو کنید. میخ سوم را بر اندام تناسلی شمع در پایین شمع فرو کنید. 3 عدد میخ را از بالا به پایین در داخل شمع فرو می‌کنید به نیت کوکب زحل و تسخیر ذهن، تسخیر قلب و تسخیر شهوت. شمع را پس از اینکه سوزن‌ها و میخ‌ها را در شمع فرو کردم در مرکز این 3 شمع مثلث قرار دهید و سپس مواد خودتان را بردارید و شروع کنید به آیین خواندن ورد خودتان. شراب قرمز را می‌ریزید. الان آماده انجام ساخت محلول هستیم. شراب قرمز را می‌ریزید. خاک گورستان 3 گرم خاک گورستان، 3 قطره برای زنان، 6 قطره خون پریود برای آقایان، 3 قطره مایع منی. من 6 قطره خون پریود را با 3 قطره خون قربانی خروس سیاه ترکیب کردم. همزمان با هم می‌ریزیم. سپس 23 قطره ادرار شخصی که داره طلسم رو انجام میده، 23 قطره. 3 دانه فلفل سیاه را می‌ریزید. 1 2 3. پودر کامل هندوانه ابوجهل را می‌ریزید. خاکستر سپر کلاغ یا سپر خروس، من پر کلاغ را با شعله همین شمع اشاق روشن می‌کنید، می‌سوزونید و می‌ریزید. من قبلش پر کلاغ‌هام رو آتش زدم و شروع می‌کنید به کوبیدن اون محتویات پر کلاغ خودتون تا آماده بشه. و 1 قطعه عکس زوج را، 1 قطعه عکس هر 2 نفر را با شعله شمع می‌سوزانید و در ظرف خودتان می‌ریزید تا خاکستر شود.
خاکستر عکس مت زوجین 2 نفر و پر کلاغ را یا پر خروس را میکوبید و در این محلولتون میریزید. عصاره 3 حب سیر کوبیده شده و 23 قطره پیاز، 23 قطره پیاز و سیر کوبیده شده و 3 عدد سوزن میخی. کدام سوزن؟ سوزنی که در عروسک فرو کردیم، وقتی که شمع مذاب شد سوزن‌ها رو از درونش در میاریم و درون این میریزیم، ولی در انتها بعد از خواندن ورد. اکنون میریم سراغ مواد ما آماده شده، میریم سراغ انجام. برای شما توضیح میدم الان دوستان. پس از آماده سازی ترکیب، کاسه خودتون رو، یعنی کاسه فلزی خودتون، مسی باشه ترجیحاً و یا سفالی باشه، کاسه نو باشه دوستان. من جام خودم دارم، جامم فلزی هست، در این استفاده کردم. چشمانتان را ببندید و با 2 تا دست خودتان کاسه را بگیرید یا میتونید در مرکز قرار دهید و فوت کنید. کاسه را در دستان خودتان بگیرید، چشمانتان را ببندید و با صدایی آرام 3 بار متوالی عزیمت زیر را زمزمه کنید و بر کاسه فوت کنید. بعد از هر بار خواندن بر مایه خودتون فوت کنید. عزت بر تو باد ای ملک آب، بلقیس بنت ابلیس، عزه عزه، به نشان حروف خفته‌ای در جام آبی، جل جل جل، جدایی انداز میان فلان و فلانه، زج زج زج، خاموش کن آتش عشق، که که که، جاری ساز سیلاب فراموشی، سب سب سب، دلش را یخ کن نگاهش را تار، خوابش را بی تصویر از دیگری، قخ قخ قخ، به فرمان قطره آب راکد و دریای خروشان، زل زل زل، قسم به اسم بینام، سح سح سح، اجابت کنید ای خدام آبهای تیره، ازه ازه. 3 بار ورد را بخوانید و بر مایه خودتان دم سرد بزنید. دم سرد یعنی فوت کنید دوستان. زمانی که فوت میکنید دم شما سرده، به این شکل 3 بار میخوانید و دم سرد میزنید یا فوت میکنید. بعد از این دوستان شما شروع میکنید به هم زدن محلول خودتان. دائم محلول خودتان را هم میزنید با دست چپ خودتان. در موقعی که ورد زیر را که میگویم به تعداد 22 مرتبه ورد زیر را میخوانید و دائم این کاسه را هم میزنید. فقط این را بدانید که بعد از خواندن هر بار ورد بر این کاسه فوت میکنید، بر این ظرف و هم دائم میزنید. فوت میکنید هم میزنید، فوت میکنید هم میزنید. یا با دستتان بگیرید یا در مرکز باشه و سرتان را خم کنید. دوباره من بخورم رو تمدید کنم. ورد زیر را بخوانید دوستان. بعد از اینکه عزیمت که گفته شدم رو 3 بار خواندید و فوت کردید، ورد زیر را به تعداد 22 مرتبه میخوانید. زحیلوش، سقریوش، کسیروش، جزفوش، سقاروش، قسملوش، زهیروش، زسنیوش. این ورد را 22 مرتبه بخوانید و بر ظرف فوت کنید. دم سرد یعنی بکنید. اکنون بر هر یک از 3 حب سیر نام اول اسم مرد را در راست در یک طرف بنویسید، اول اسم زن را در یک طرف بنویسید. اول اسم هر دو را در هر دو طرف هر 3 تا سیر بنویسید. بعد از اینکه اسم 2 نفر را نوشتید، سیر را در دست چپتان نگه دارید
و ورد زحیلوش، سقریوش، کثیروش، جسپوش، سقاروش، قسملوش، زهیروش، زسنیوش را بر سیر میخوانید به تعداد 3 مرتبه و دم سرد میکنید، فوت میکنید بر سیر 3 مرتبه وردی که گفتم را. سپس در کنار سیر خودتان را میذارید و در انتها که شمع آب شد میخها را در میآورید و در این ظرف خودتان میندازید. 3 عدد میخ را در ظرف میندازید و هم میزنید. سپس پس از انتهای آب شدن شمع و آماده شدن محلولتان، محلول را در ظرفی تیره بریزید. هر ظرفی میتونه باشه، حالا من این رو انتخاب کردم. محلول را در یک ظرف تیره میریزید، سر ظرف را کامل میبندید. میتونه هر ظرفی باشه دوستان، یک ظرف انقدی یا هر مقداری. محلولتون رو در ظرف میریزید. محلول را در داخل یک پارچه سیاهی که بتونه محلولتون رو بپوشونه، ظرفتون رو بپوشونه. محلول رو در داخل یک پارچه سیاه میپیچانید کامل، جایی که هیچ گونه نوری به پارچه شما نخوره و 3 عدد سیر خودتون رو در درون این پارچه قرار میدهید و همراه ظرف 3 عدد سیر را میندازید در داخل پارچه و پارچه را دور ظرف خودتان میپیچانید کامل. پارچه را به مدت 3 روز در توالت در دستشویی خودتان قرار میدید، در جایی پنهانش میکنید. پس به مدت 3 روز این ظرف خودتون رو درون پارچه پیچیده شده در درون دستشویی قرار میدهید و بعد از 3 روز پس از 3 شب محلول را از پارچه خارج کنید و بدون اینکه در معرض نور خورشید قرار گیرد آن را بر در و دیوار خانه و مسیر عبور زوجین یکی از آن 2 نفر یا هر دوی آن 2 نفر بپاشید. در خانهشون یا محل کارشون، هر جایی که اون 2 نفر رد بشن، ترجیحاً در خانه هست. پس از اینکه محلول را بر در و دیوار خانه پاشیدید، خانه فرد مورد نظر پاشیدید، پارچه خودتان را به همراه 3 حبه سیر برمیگردونید. اکنون دوباره پارچه خودتان را میبرید در دستشویی در همان مکان به همراه 3 حبه سیر در درونش قرار میدید و به مدت 3 شب متوالی، یعنی بعد از اون روزی که پاشیدین محلول را، خیر باید در ترجیحاً موقع غروب بپاشید محلول رو بر در خونه فرد مورد نظر و پس از آن میایین پارچه خودتون رو با 3 حبه سیر در درونش داخل دستشویی پنهان میکنید. میتونید در داخل فلش تانکر یا هر جای پنهان کنید. از فردای آن روز به مدت 3 شب پیاپی، 3 شب متوالی، در هنگام غروب آفتاب در توالت خودتان میروید و ریسمان خودتون رو به شکل فتیله بار پیچیده میکنید و شروع میکنید گره اول خودتان را. 3 گره باید بر این ریسمان زده بشه. شب اول گره اول، شب دوم گره دوم و شب سوم گره سوم را بر این پارچه میزنید. در شب اول زمانی که میخواین گره خودتان را بزنید، این سیر را بر سیر وردی که گفته بودم، این ورد را 3 مرتبه بر سیر بدمید. زحیلوش، سقریوش، کثیروش، جسپوش، سقاروش، قسملوش، زهیروش، زسنیوش 3 مرتبه بر سیر بخوانید و در داخل پارچه قرار بدید این گونه و بپیچید و گره اول خودتان را در شب اول بزنید. در حین اینکه در هنگام اینکه گره خودتان را
بر پارچه در شب اول میزنید اولین گره، مجدد ورد را میخوانید. وردی که گفتم را مجدد میخوانید: زحیلوش، سقریوش، کثیروش، جسپوش، سقاروش، قسملوش، زهیروش، زسنیوش، به تعداد 3 مرتبه ورد را بر گره‌ای که میزنید میخوانید. این گونه و دم سرد میکنید، فوت میکنید بر گره اول در شب اول. دوباره پارچه را میپیچانید و در درون جای توالت پنهان میکنید. دوباره در شب دوم در هنگام غروب آفتاب میرید در درون دستشویی و سیر دوم را در درون پارچه قرار میدید و گره دوم را بر پارچه میزنید. بعد از خواندن ورد بر سیر و بعد از خواندن ورد بر گره دوم، شب سوم هم دقیقاً همین کار را تکرار میکنید و گره سوم را میزنید. در شب سوم پارچه‌ای به این شکل دارید: 3 عدد سیر در داخل و 3 عدد گره زده شده. در شب سوم ورد را که خواندید و گره را زدید، این پارچه را در داخل چاه توالت می اندازید و آب بریزید در پشتتان که کامل به اعماق چاه برود. این بود آیین شبانه جادوی جدایی ما دوستان. اگر این آیین را با دستانی آلوده به نیت و دلی سرشار از تمرکز اجرا کنید، اثر آن همچون شعله خاموش نشدنی در تاریکی رابطه خواهد دمید. از لحظه‌ای که سومین گره بسته می شود دیگر بازگشتی نیست. قدرت این طلسم با سرعت عجیب و بی‌رحم همه چیز را می بلعد. همان گونه که تاریکی نور را خاموش می کند، از این طلسم عجایب زیادی خواهید. و اگر در تاریکی دوستانی داری که به این قدرت نیاز دارند، این طلسم را برایشان بفرست. اگر طعم قدرت تاریک را چشیدی، اگر طلسم در زندگی دیگران آتش انداخت، در کامنت ها بنویس. اگر سوالی داری بپرس و آن را با آنان که مستحق طلاقند شریک شو. ما وارثان شب یکدیگر را در سایه میابیم. نام مرا به خاطر بسپار، باز هم باز خواهم گشت با جادوی دیگر از دل شب و دوزخ.